عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز. به نظر یه بازی خیلی جذاب دیدید، هم از این طرف ایران هم از طرف بازیکن‌های خوب تیم ملی فوتبال افغانستان موقعیت‌های زیادی رو خلق کردیم، کما اینکه تیم ملی ایران هم موقعیت‌های زیادی رو داشت. بازی کردن مقابل قهرمان آسیا 14 دوره قهرمانی بسیار سخته. من فکر میکنم در آسیا کمتر کسی و کمتر تیمی باشه که با این جدیت و با این تلاش و با این تکنیک ناب به شما هست مقابل تیم خوب ایران بازی کنه. ما فرصت داشتیم که بتونیم بازی رو ببریم، ولی به نظرم نتیجه مساوی، نتیجه عادلانه بود. تبریک میگم به همکاران توی تیم ملی ایران و براشون آرزوی موفقیت میکنم. دمشون هم گرم، چون با وجود رقابت یک جو بسیار صمیمانه بین ما بود و از طرف دیگه خیلی از این پیشرفت‌ها رو ما به شما عرض شود که در کشور ایران بازیکنامون و مربیامون کسب کردن. امیدوارم که افغانستان انشالله در جام ملت‌های آسیا در فینال مقابل تیم ملی خوب ایران انشالله ببینیم.